این جزئی از مقاله که بهش برمیخورن عنوان مقاله هست. بنابراین اگر نگیم مهمترین جزء مقاله، قطعاً یکی از مهمترین اجزای مقاله به شمار میره. تصویر درست و کاملی از اون کار پژوهشی ارائه بده، یعنی به صورت کامل بتونه محتوای اون کاری که انجام شده توی اون کار پژوهشی که در نهایت به صورت مقاله در اومده، کل اون محتوا رو بتونه معرفی بکنه و منعکس بکنه. نکته دوم این هست که اون نقاط قوت کار و ناولتی هایی که شما توی کارتون داشتید رو بتونه برجسته بکنه. به این خاطر که این کلیشه های مقدار جذابیت کار رو کم میکنه و این تصویر رو توی ذهن خواننده به وجود میاره که احتمال داره این کار هم یه کار تکراری و متداول باشه. کلمات توی عنوان مقاله باید کمتر از 15 کلمه باشه. ببینید که میتونیم اینجا عبارت انزایماتیک رو هم اضافه کنیم، به این خاطر که نوع سنسور یک سنسور مبتنی بر آنزیم بوده. حالا این عبارت 3D پرینتینگ رو میتونیم ابتدا هم بیاریم، یعنی اشاره بکنیم که در ابتدا بگیم 3D printed، فرض بکنید پروس بایوسرامیک اسکافولد. سعی کردیم کلمات کلیدی رو از چکیده استخراج بکنیم و عنوان‌های مختلف، حالا 1، 2 یا 3 عنوان رو پیشنهاد بدیم. سلام، روز بخیر. یک قسمت جدید از سری ویدیوهای ساینتیفیک تاک رو امروز خواهیم داشت. پیرامون بحث انتخاب عنوان برای مقاله چه اهمیتی داره و چه نکاتی رو باید رعایت بکنیم. در انتها هم حدود 3-4 تا عنوان رو به صورت عملی با هم می‌بینیم که چطوری میشه از ابسترکت مقاله یک عنوان خوب رو پیدا کرد و پیشنهاد داد برای عنوان نهایی مقاله. خب هدف اصلی عنوان یک مقاله این هست که خب به صورت ناخودآگاه اولین برخوردی که خواننده های مقاله، که خب اولین خواننده ها قاعدتاً سردبیر ژورنالی هست که مقاله براش ارسال میشه و بعد از اون داورها، و اگر مقاله چاپ بشه مخاطبین اون ژورنالی که مقاله شما رو دانلود میکنن و میخوان مطالعه بکنن یا در ابتدا اصلا با سرچ مقاله شما رو به دست میارن، اولین جزئی از مقاله که بهش برمیخورن عنوان مقاله هست. بنابراین اگر نگیم مهمترین جزء مقاله، قطعاً یکی از مهمترین اجزای مقاله به شمار میره، به این خاطر که اولین برخورد مخاطب با مقاله ما همون عنوان مقاله خواهد بود و خیلی مهمه که بتونه تأثیر خوبی روی خواننده مقاله بذاره و نقاط مثبت و نقاط قوت کار رو نشون بده، جذابیت کار رو بتونه منعکس بکنه، چه نکاتی جدید بودن توی کار ما، بتونه تمام اینها رو در عین حال که خیلی ساده و مختصر هم باشه بتونه منعکس بکنه، که خب بنابراین یه مقدار چالشی میشه تعیین عنوان برای مقاله که هم مختصر و مفید باشه و هم تمام این موارد رو بتونه توی خودش جای بده. بنابراین 3 تا نکته اصلی ابتدا مطرح میکنیم برای یک عنوان مناسب برای مقاله. در ابتدا باید تصویر درست و کاملی از اون کار پژوهشی ارائه بده، یعنی به صورت کامل بتونه محتوای اون کاری که انجام شده توی اون کار پژوهشی که در نهایت به صورت مقاله در اومده، کل اون محتوا رو بتونه معرفی بکنه و منعکس بکنه. فرض بکنید که از چه موادی استفاده شده، با چه روشی این کار انجام شده و برای چه کاربردی. اما باید توجه بکنیم که این نکات فقط باید مواردی که خیلی مهم و جدید هستن اشاره بشه، یعنی اگر روش یک روش پیش پا افتاده و متداول هست نباید توی مقاله باشه،
یا اگر کاربردش اونقدر جذابیت نداره که بخواد توی عنوان باشه نباید آورده بشه. شاید حالا وقتی که به اون در واقع بررسی عملی خواهیم رسید در انتهای ویدیو، میبینیم که چطوری باید قضاوت بکنیم که آیا مثلا ماده مورد استفاده جدید، روش آیا جدید هست، یه نوآوری توش بوده یا نه، چقدر اهمیت داره که توی عنوان باید قرار بگیره یا نه. نکته دوم این هست که اون نقاط قوت کار و ناولتی هایی که شما توی کارتون داشتید رو بتونه برجسته بکنه و تأکیدی داشته باشه روی اون نقاط قوت، روی اون نتایج خاصی که شما توی این پژوهش گرفتید و میخواید روش مانور بدید. و اگر کاربردش یک کاربرد جدیدیه یا فرض بکنید که با یک خواص منحصر به فرد میتونه کاربردی که قبلا متداول بوده رو حالا بهبود ببخشه و یه اثر مثبتی توی اون حوزه مطالعاتی داشته باشه، حتما باید توی عنوان ما بهش اشاره بکنیم و تا حد امکان هم از کلیشه‌های متداول به دور باشه. مثلا فرض بکنید که سنتز فلان نانو ساختار برای این کاربرد، یعنی یه سری کلیشه‌هایی حالا توی هر حوزه مطالعاتی وجود داره، به این خاطر که این کلیشه‌ها یه مقدار جذابیت کار رو کم میکنه و این تصویر رو توی ذهن خواننده به وجود میاره که احتمال داره این کار هم یه کار تکراری و متداول باشه و نمیتونه اون خواننده ارتباط درستی برقرار بکنه. اشاره هم کردیم که اولین جزئی از مقاله، اولین متنی از مقاله که مطالعه میشه توسط سردبیر، داوران و بعد خواننده مقاله همون عنوانه. بنابراین باید سعی بکنیم این نکات رعایت بشه و اشاره هم کردیم که طولانی نباشه. طولانی نبودن عنوان مقاله بیشتر استانداردها به این سمت که هست که تعداد کلمات توی عنوان مقاله باید کمتر از 15 کلمه باشه. حالا امکان داره شما به کاری برخورد بکنید که برای اینکه جذابیت عنوان رو و نقاط قوت کار رو بخواد نشون بده مجبور بوده که تمام موارد رو منعکس بکنه و امکان داره یه عنوانی حدود 20 کلمه‌ای، یعنی بیشتر از 15 کلمه هم ببینیم، ولی به شرطی میتونه قابل قبول باشه که تمام موارد که قبلا اشاره کردیم این نکات رو رعایت کرده باشه. یعنی یه فیلتری انجام داده که آیا تمام مواردی که تمام این کلمات منعکس کننده نقاط قوت هست، حضورشون آیا ضروری هست یا نه. بنابراین میتونه بالای 15 کلمه هم باشه، ولی به این شرط که تمام اون فیلترها رو بررسی کرده باشیم و رد کرده باشه. بنابراین به نظر میرسه که کلیت کار خیلی ساده باشه، یعنی با رعایت کردن چند تا نکته میتونیم یک عنوان خوب برای مقاله پیدا بکنیم. حالا کاری که میخوایم اینجا انجام بدیم این هست که از روی چکیده 4 تا مقاله میخوایم یک عنوان مناسب برای اون مقاله پیشنهاد بدیم. یعنی با هم مرور بکنیم که این نکاتی که اشاره شد رو چطوری میتونیم به صورت عملی انجام بدیم و یه عنوان مناسب یا تو بعضی موارد چندین عنوان. حالا با هم میبینیم که مثلا میشه یک کلمه رو اضافه کرد، کم کرد و چطوری میشه این کار انجام داد. خب کار اولی که میخوایم بررسی بکنیم ساخت در حقیقت یک سنسور گلوکوز بوده برای سیستم های میکروفیزیولوژیکی و حالا چکیده رو با هم میخونیم و نکاتش رو بررسی میکنیم. من حالا هر جایی از این چکیده مقاله که حاوی نکات مهم باشه اشاره میکنم که بعداً که میخوایم عنوان رو انتخاب بکنیم برگردیم و اون در حقیقت کیوردهای اصلی رو بتونیم توی عنوان استفاده بکنیم. Glucose is the primary energy source of human cells. Therefore, monitoring glucose inside microphysiological systems, MPS, provides valuable information on the viability and metabolic state of the cultured cells. خب این 2-3 خط اول عنوان که در واقع خیلی کلی بود، یعنی اطلاعات خیلی کلی به ما داد که گلوکوز به چه کاری میاد و مانیتورینگ گلوکوز توی سیستم های MPS خیلی میتونه مهم باشه.
پیرامون این که بخوایم بررسی بکنیم در واقع خواص سلول هایی که کشت شدن تو محیط های مختلف. However, continuous glucose monitoring inside MPS is challenging due to a lack of suitable miniaturized sensors. خب می‌بینید که اشاره میکنه که مانیتورینگ پیوسته گلوکوز توی سیستم های MPS خیلی چالشی هست به خاطر اینکه نمیتونیم یا نبود سنسورهای سایز کوچک یا در واقع مینیاتوریزه شده که بتونه اونجا این کمک رو به ما بکنه برای مانیتورینگ گلوکوز. Here we present an enzymatic, optical glucose sensor element for measurement inside microfluidic systems. خب اینجا اشاره میکنه که کاری که در واقع ما انجام دادیم اومدیم یک گلوکوز سنسور اپتیکی مبتنی بر آنزیم تهیه کردیم که میتونه درون میکروفلویدیک سیستما قرار بگیره و این تشخیص گلوکوز برای ما انجام بده. The miniaturized glucose sensor, 1 mm, is fabricated together with a reference oxygen sensor onto biocompatible, pressure-sensitive adhesive tape for easy integration inside microfluidic systems. خب اینجا اشاره میکنه که در واقع حالا یه جورایی روش کار و اینکه چطوری اینتگریت میشه با اون سیستم های میکروفلویدیک اشاره میکنه که خیلی اهمیت خاصی نداره. The proposed microfluidic system can be used as plug-and-play sensor system with existing MPS. خب این جمله میتونه جمله مهمی باشه از این نظر که اشاره میکنه که این سیستم سنسوری که ما تهیه میکنیم میتونه به صورت پلاگ اند پلی به یک در واقع سیستم MPSی که آلردی وجود داره و داره کار میکنه افزوده بشه و برای تشخیص گلوکوز ازش استفاده بشه. It was characterized under cell culture conditions, 37 degrees Celsius and pH 7.4, for 5 days. خب اگر بخوایم یه سری نکات مهمی که اشاره شد رو بررسی بکنیم تا اینجا، پس بنابراین ساخت یک گلوکوز سنسور بوده، بنابراین ماده‌ای که می‌خواسته به عنوان آنالایت شناسایی بشه و اشاره به این سیستم‌های MPS و خدمت شما عرض بکنم که این سنسور یک سنسور مینیاتورایزد بوده، یعنی ابعاد کوچک که خب بخواد داخل اون سیستم‌های MPS هم قرار بگیره. نوع سیستم انزایماتیک و اپتیکال بوده و در ادامه جمله‌ای که اشاره کردیم که میتونه مهم باشه این که جزئیات انجام کار بوده و این نکته که این سنسور میتونه به صورت پلاگ اند پلی روی سیستم‌های MPSی که آلردی وجود دارن استفاده بشه، یعنی با اونا اینتگریت بشه و باهاشون کار بشه. The influence of further cell culture parameters like oxygen concentration, pH, flow rate, and sterilization methods was investigated. The plug-and-play system was used for at-line measurements of glucose levels in cell culture and achieved good agreement with a commercially available glucose sensor. خب اگه توجه بکنید یه تأکیدی داره روی از ابتدا هم داشت به این اشاره میکرد روی cell culture conditions، یعنی تو شرایطی که در واقع کشت سلولی اتفاق میفته و میخواد بگه که تو اون شرایط میتونه این سنسور گلوکوز رو دیتکت بکنه، اینتگریت بشه به سیستم های MPS. نوع سنسور هم انزایماتیک اپتیکال و مجددا اینجا میبینید پلاگ اند پلی سیستم که یعنی این سنسور میتونه به این صورت مورد استفاده قرار بگیره و خط آخر هم که این کانکلوژن اگر بخوایم خودمون دنبال بکنیم، باز هم مهمترین نکتهش این هست که ببینید اینتگریت شده به سیستم های میکروفلویدیک و سل کالچر کاندیشنز، یعنی کلا هدف اصلی این سنسور گلوکوز هم از ابتدا توی چکیده هم اینو روش تاکید کرده که به هدف شناسایی گلوکوز، مانیتورینگ گلوکوز توی این سیستم های MPS بوده، یعنی سنسور ابعاد کوچک که بتونه این وظیفه رو انجام بده. خب ما الان نکات مهم رو، چیزایی که به صورت برجسته وجود داشته توی چکیده هایلایت کردیم و میخوایم به کمک نکاتی که اشاره شد
بیایم سعی بکنیم که در واقع یک عنوان مناسب، حالا یک یا چند عنوان مناسب پیشنهاد بدیم. خب میتونیم ابتدا از خود سنسور شروع کنیم. یعنی خب این سنسور که میتونیم یک سنسور در واقع اپتیکی بوده، یعنی اپتیکال گلوکوز سنسور، و دیدیم که خیلی تاکید داشت روی سل کالچر کاندیشنز و این سیستم های MPS. بنابراین این اپتیکال گلوکوز سنسور میتونیم بگیم for micro fluidic systems، که اینجا ما هم تاکید کردیم روی اینکه این سنسور به صورت ابعاد کوچک یا مینیاتوریزه شده در حقیقت تولید شده، سیستم اپتیکی بوده و حالا میتونیم نکات بیشتری رو بهش اضافه بکنیم. مثلا فرض بکنید که میتونیم اینجا عبارت انزایماتیک رو هم اضافه کنیم، به این خاطر که نوع سنسور یک سنسور مبتنی بر آنزیم بوده. هرچند توی نسل جدید سنسورهای گلوکوز ایدئال این هست که سنسور مبتنی بر آنزیم نباشه، به خاطر مشکلاتی که و سختی هایی که وجود داره برای کار با آنزیم، هم هزینه‌اش افزایش پیدا میکنه، هم مشکلات پایداری آنزیم. برای همین اگر این عبارت انزایماتیک رو نیاریم توی عنوان هم شاید بهتر باشه. بنابراین فقط به عنوان آپشن های مختلفی که میتونه باشه، مثلا انزایماتیک اپتیکال گلوکوز سنسور فور میکروفلویدیک سیستمز، یا فرض بکنید که این عبارت پلاگ اند پلی، یعنی اون عبارت فرض بکنید که به جای انزایماتیک مثلا عبارت پلاگ اند پلی اپتیکال گلوکوز سنسور فور میکروفلویدیک سیستمز میتونه این هم عنوان جالبی باشه. اگر بخوایم روی این بحث سل کالچر کاندیشن هم صحبت کنیم، چون اشاره کردم چند بار توی چکیده از همون ابتدا هم روی این فوکوس کرده بود، میتونیم اینجا بگیم for microfluidic cell culture systems، یعنی به جای اینکه بگیم microfluidic systems بگیم microfluidic cell culture systems. خب بنابراین میبینید که به چه صورتی میشه کلمات کلیدی کار رو از چکیده استخراج کرد و بعد اونها رو استفاده کرد برای تعیین یک عنوان خوب با در نظر گرفتن اون نکاتی که در ابتدا صحبت کردیم. خب میریم سراغ یک ابسترکت دیگه، یک کار دیگه برای در حقیقت پیشنهاد یک عنوان مناسب با توجه به چکیده. حالا کاری هست که تهیه سنسور اپتیکی بوده مجددا برای شناسایی 2 تا یون آهن و پالادیوم که یک نانو کامپوزیتی بوده و اومدن اینو تهیه کردن برای شناسایی این 2 یون و توی چکیده میبینید که اومده فوکوس کرده روی داده های مربوط به سنسور و در نهایت کاربرد اون برای شناسایی دقیق این یون ها توی نمونه های بیولوژیکی. Analytical determination of Fe2 and PD2 concentrations, a novel optical sensor based on spectrophotometric technique was used. خب اگر از همین ابتدا بخوایم فوکوس بکنیم روی موارد مهم، میبینید که خب قاعدتاً چون بحث شناسایی هست 2 تا آنالیت مد نظر رو داریم. ناول اپتیکال سنسور میتونه مهمترین نکاتی باشه که توی این خط اول ما بهش برمیخوریم.
The optical sensor was prepared by direct immobilization of a novel synthesized chromophore, 5-aminophenanthralin 3-formyl salicylic acid, onto nanocellulose. خب اینجا اشاره میکنه که در حقیقت چون سیستم شناساییش اپتیکی بوده داره معرفی میکنه اون کروموفوری که استفاده کرده که خب با توجه به پیچیدگی اسم این کروموفور ما یا باید به صورت کلی کروموفور رو به کار ببریم یا بگیم یک نانوسنسور اپتیکال، به این خاطر که اینا اومده اینتگریت شده توی ساختار نانوسلولوز یا مثلا بگیم نانوسلولوز بیسد. به این خاطر که اون اسم خیلی طولانیه و قاعدتا ما توی عنوان اون رو نخواهیم آورد. حالا ابتدا چکیده رو ببینیم تا انتها چه داده هایی داره. Human vision can identify the color associated with Fe2 ions, and spectrophotometric methods can measure it with detection and quantification limits of 0.239 and 0.796 ppb, respectively. PD2 detection and quantification limits were 0.318 ppb and 1.06 ppb, respectively. می‌بینید که داره کلیات کار رو توضیح میده. حالا حد تشخیصایی که بوده برای هر دو تا یون. The effects of various parameters on the detection of Fe2 or PD2 ion content were investigated and optimized. The optical phenanthroline nanocellulose sensor could be reproduced multiple times and used with a higher capacity each time. سنسور ریپرودوسیبل قبلش هم که اشاره کرده بود که اثر پارامترهای مختلف رو بررسی کردیم. The optical phenanthroline nanocellulose sensor could be reproduced multiple times and used with a higher capacity each time. The results demonstrated that the 5-phen sensor could measure Fe2 in human blood serum accurately and successfully even without any pre-concentration. همین بحث قابلیت شناسایی in human blood serum بود که قاعدتاً باید به این توجه بکنیم. پس اگر بخوایم این بدنه اصلی که توی چکیده بود، یعنی این قسمت‌های میانی، خیلی نکات قابل بیانی برای عنوان نداشت. بنابراین اگر ما بخوایم یک عنوان معرفی بکنیم با توجه به این داده‌های مهمی که توی چکیده داشتیم، میتونیم اشاره بکنیم به فرض بکنید که چون بیس سنسور باز اپتیکی بوده، مثلا بگیم optical determination of Fe2 and PD2 in human biological samples. اگه دقت بکنید خب دوتا آنالیت کار، سیستم شناسایی اپتیکی و اشاره کردم در انتها یکی از نکات مهم این بود که قابلیت شناسایی این human biological samples که خب میتونه خیلی مهم باشه، یعنی از نظر تشخیصی اینکه بتونه قابلیت تشخیص کلینیکال رو هم داشته باشه یه قابلیت مهم برای یک سنسور به حساب میاد. حالا اگر بخوایم اینو یه مقدار بیشتر بهش بپردازیم، مثلا میتونیم بگیم که فرض بکنید optical nanosensor for determination یا for rapid determination of Fe2 and PD2 in human biological samples. میتونه عنوان کامل تری باشه، یعنی تو عنوان اول خیلی به نانو ساختار بودن اون پروب نپرداختیم و optical nanosensor for rapid determination of Fe2 and PD2 in human biological samples میتونه عنوان کامل تری باشه. حالا اون رپید دیترمینیشن هم برمیگرده به این که حتما سنسور ریسپانس تایم سریع داشته باشه که بتونیم این کلمه رپید رو اضافه بکنیم. بنابراین می‌بینید که خیلی از موارد تکرار میشه و حالا اون
نانو بودن سنسور رو هم ما اضافه کردیم. بنابراین مجدد می‌بینید چطوری میشه با کلمات کلیدی چکیده یک عنوان مناسب رو پیشنهاد داد که نه خیلی طولانی باشه، نه در واقع عباراتی که خیلی بار معنایی خاصی ندارن و به ناولتی کار، به نقاط قوت کار نمیپردازن رو میتونیم حذف بکنیم و وارد عنوان نکنیم. و مورد آخری که میخوایم با هم بررسی بکنیم یک بایوسرامیک متخلخل هست که به صورت داربست با استفاده از تکنیک پرینت سه‌بعدی اومده ساخته شده و برای کاربردهای مهندسی بافت که خب چکیده رو با هم بررسی میکنیم در ابتدا. S have adequate compressive strength. Porous bioceramic scaffolds were obtained by the 3D printing technique starting from a mixture of hydroxypropylmethylcellulose and a powder obtained by Sol-Gel method which contains mirwinite, monticellite, sodaolastani, and periclase. خب می‌بینید این خط اول هم نکات مهم داره، هم نکاتی که خیلی تو عنوان مناسب نیست. ابتدا اینکه بایوسرامیک متخلخله و به شکل داربست به کمک پرینت سه‌بعدی ساخته شده قاعدتاً نکات مهمیه. روش ساخت با سولجل رو میگه که خب این تکنیک جدیدی نیست که بخواد فوکوس بشه روش توی عنوان مقاله، بنابراین سولجل رو بهش اهمیتی نمیدیم و اومده اجزای سازنده اون داربست رو هم معرفی کرده که چطوری در واقع از چه اجزایی تشکیل شده. حالا این با توجه به تعدد این اجزا فعلا برای ما مهم نیستن که بخوایم توی عنوان بهش بپردازیم. The scaffolds were thermally treated at 1370 degrees C for 3H and the main mineralogical compound assessed by XRD was acromanite. خب این در واقع ترکیب معدنی اکرومنایت میتونه کلمه‌ای باشه که مهم باشه، یعنی بخوایم بگیم که این اسکافولد ما مبتنی بر این ترکیب ساخته شده، یعنی در نهایت بعد از ترکیب اون چند تا اجزا اون ساختاری که در نهایت ما گرفتیم، حالا طبق چیزی که خودشون گفتن با XRD اومدن مشخصه یابی کردن، متوجه شدن که این ترکیب معدنی رو ایجاد کرده و این میتونه مهم باشه. The obtained scaffolds have adequate mechanical and biological properties, thus a great potential for applications in hard tissue engineering. خب اینجا هم اشاره میکنه که خواص زیستی خوبی داره، هم خواص مکانیکی خوب، بنابراین میتونه کاندیدیت خوبی باشه برای هارد تیشو انجینیرینگ. بنابراین اگر به هارد تیشو انجینیرینگ اشاره بکنیم قاعدتاً خواص مکانیکی و بیولوژیکی هم توش نهفته است، یعنی این دوتا مفهوم توی این بحث هارد تیشو انجینیرینگ نهفته هست، بنابراین نیازی نیست دوباره بهش اشاره بشه. فرض بکنید یه عنوان طولانی بذاریم و بعد بگیم مثلا با خواص زیستی و مکانیکی مناسب، عبارت اضافه میشه اگر هارد تیشو انجینیرینگ رو به کار ببریم. The positive results obtained for this type of scaffolds are due to the precision of 3D printing technique, i.e. ability to control shape and size of both scaffolds and pores, as well as the high reproducibility. خب داره اشاره میکنه به نکات مثبت روش 3D پرینتینگ که خب ما قطعاً این 3D پرینتینگ رو توی عنوان خواهیم آورد و اونها هم دیگه مزیت استفاده از این روشه، هرچند مهمه برای اون کاربرد ولی مزیت‌هایی هست که در اون روش وجود داره. The porous bioactive ceramic scaffolds have adequate compressive strength, up to 3.5 MPa, and exhibit mineralization capacity and potential in stimulating cell adhesion and proliferation as well as bacteriostatic properties. خب مثل همیشه جمله آخر چکیده باز یک سری عبارات مهم داشت. پروس رو که قبلا هم داشتیم، ساختار متخلخل. بایو اکتیو سرامیک که حالا ما بالاتر بایو سرامیک رو داشتیم، یعنی یا باید عبارت بایو سرامیک به کار ببریم یا بایو اکتیو سرامیک، حالا میتونه سلیقه‌ای متفاوت باشه. گفته که خواص مکانیکی مناسبی داره و میتونه در واقع برای سل ادهیژن و سل
پرالیفریشن هم خواص مناسبی از خودش نشون بده. بنابراین اگر ما بخوایم یک عنوان مناسب پیشنهاد بدیم برای این کار، قاعدتاً میتونیم از همین عبارت پوروس بایو سرامیک اسکافولد شروع بکنیم، یا فرض بکنید که مثلا پوروس بایو اکتیو سرامیک، حالا فرقی نداره، پوروس بایو سرامیک اسکافولد. اون جزء در واقع مینرالی رو میخوایم بهش اشاره بکنیم و قطعاً باید اون تکنیکی هم که 3D پرینتینگ بوده و میدونیم که چه خواص خوبی توی چکیده هم اشاره شده بود، میتونه به کمک این 3D پرینتینگ، حالا جدای از اون سادگی روش و مواردی که برای استفاده از این روش وجود داره، اون خواص خوبی هم که برای هارد تیشو به ما میده میتونه خیلی مهم باشه. بنابراین فعلا شد پوروس بایو سرامیک اسکافولد based on آکرمانایت. فرض بکنید که prepared by 3D printing for hard tissue applications یا مثلا for bone tissue applications، حالا به جای بافت سخت بخوایم اشاره بکنیم به بافت استخوانی. بنابراین میتونیم اشاره بکنیم که for bone tissue applications. حالا این عبارت 3D پرینتینگ رو میتونیم ابتدا هم بیاریم، یعنی اشاره بکنیم که در ابتدا بگیم 3D printed، فرض بکنید پوروس بایوسرامیک اسکافولد based on آکرمانایت for bone tissue applications یا for hard tissue applications. شاید یه مقدار جذابتر باشه از این نظر که حرف اضافه کمتر میشه، چون دیگه نمیخواد بگیم با کمک این روش ساخته شده و 3D printed میذاریم اول عنوان پوروس بایوسرامیک اسکافولد مبتنی بر اون در واقع ماده مینرالوژیکی و برای کاربردهای بون تیشو انجینیرینگ که قاعدتاً اون خواص مکانیکی، اون خواص زیستی، اون سل ادهیژن، همه اینا توش نهفته خواهد بود. بنابراین به طور خلاصه اگه بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم، با هم دیدیم که چرا عنوان مقاله اهمیت داره به عنوان شاید اولین جزء و اولین متنی از مقاله که توسط هر خواننده‌ای خوانده میشه، بررسی میشه، همین عنوان مقاله است و چه نکاتی رو باید موقعی که میخوایم عنوان مناسب برای مقاله انتخاب بکنیم در نظر بگیریم. و به صورت عملی با هم دیدیم 3 تا چکیده مختلف از 3 تا حوزه متفاوت رو سعی کردیم کلمات کلیدی رو از چکیده استخراج بکنیم و عنوان‌های مختلف، حالا 1، 2 یا 3 عنوان رو پیشنهاد بدیم با توجه به این کلمات کلیدی. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه بحثی که امروز انجام دادیم و ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. خدا نگهدار.